از همه گفت برای شما مفیدتر و یاردمچی در داخل قبر پیغمبر خدا گفت انا همین مجلس امر معروف و نهی از منکر است. حضرت سلیمان که فرزند حضرت داوود است میگوید باره به نزد یک شیخ که از بنی اسرائیل بود گذر کردند. برای آنه که تو بفهمی که دوزخی هستی یا بهشتی در یک مجلس امر معروف و نهی از منکر رفته اشتراک کن. اگر در امر معروف و نهی از منکر در مسجد پیغمبر خدا میراث پیغمبر تقسیم شده ایستاده است، مردم بازار فکر کردن که وقتی کافرها که میگوید این خاک شدن حیوانها را که میدیدند و چی میگفتند؟ پروردگارا ما را حیوان بگردان یا ما را خاک. چه قدر و منزلت خیلی بلندی در نزد خدا داری که خداوند این قدر مال زیاد را برای تو نصیب گردانید. ساعتها ملک تو می رود تا حال انجام نیافته است. یک جوان، یک مرد نزد پیغمبر خدا آمده بود است. حضرت مولوی میگوید و پرسان کرده بود از پیغمبر خدا من از تو یک سؤال دارم، نمیدانم که بدبخت هستم یا نیکبخت، نمیدانم که بهشتی هستم یا دوزخی هستم. پیغمبر خدا برای من خبر بده. پیغمبر خدا چی گفته بود است؟ بگو حضرت معالایی به هر دیگ دلی خود عرضه کن بر صحبت نیک. اگر مائل شود دل نیک بختی بکش سوی عزیزان زود رختی. دلت گر صحبت نیکان نخواهد بدان که دوزخی سوزان میخواهد. پیغمبر خدا گفتند ای مرد، گفتند این سوال گفتند در یک تجربه گفتند تو میتوانی که مقایسه کنی. برای آنه که تو بفهمی که بدبخت هستی یا نیکبخت، برای آنه که تو بفهمی که دوزخی هستی یا بهشتی، در یک مجلس امر معروف و نهی از منکر رفته اشتراک کن. اگر در امر معروف و نهی از منکر دلی تو تنگ شود، وقتی تو ناخوب شود و در دل تو هر گونه وسواس ها پیدا شود که تیزتر همین امر معروف انجام یابد یا تو را خواب گیرد یا در خیال تو فکرهای دنیایی دور زند، یقین بدان ای مرد که تو بدبخت هستی و تو دوزخی هستی. لیکن وقتی که اگر در امر معروف و نهی از منکر دل تو نرم شد، ذوق تو زیادتر شد، باز جمعه دیگر را بی طاقتانه انتظاری کشیدی، یقین بدان که تو جنتی هستی، یقین بدان که تو نیکبخت هستی. به پیغمبر خدا کسانی که میخواهن و نمیخواهنشان با امر معروف و نهی از منکر حواله کردند. بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. حتی اگر سوره عمه میگوید ما و شما پاره 30 از قرآن اولی اون سوره چی میگوید؟ وقتی کافرها را بینین و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، وقتی عذابهای بی ایمانها را میبینند، وقتی عذاب میبینند که آدم بی ایمان چه عذابهای هر رنگه و دیگرگون را میبینند، چی میگفتند؟ خدایا کاش که ما را خاک میگردانیدی و کافر نمیکردی. میگوید حتی در روز قیامت حیوان از حیوان انتقام میگیرد. همون حیوانی که در دنیا شاخ داشت، حیوان بی شاخ زده باشد، وقتی همون شاخدار و بی شاخ خدا حاضر میکند و این انتقام از شاخدار که میگیرد، بعد این حیوانها دعا میکردند که خدایا اکنون ما را خاک بگردان. خداوند این حیوانهایی که در دنیا وجود دارند همه اینها را در قیامت به خاک مبدل میگردانیده است. وقتی کافرها که میگوید این خاک شدن حیوانها را که میدیدند، بعد چی میگفتند؟ پروردگارا ما را حیوان بگردان یا ما را خاک بگردان. لیکن اون صورت دیگر دعای اونها قبول نمی شود. دعای کسی که از دنیا
به ایمان رفت، وای چی هست؟ وای در نزد خدا البته عذاب دردناک میکشد. این از کسانی که در دنیا از امر معروف و نهی از منکر روی میگردانند. و فرزند حضرت داوود حضرت سلیمان قصه میارد که مر سلیمان علیه السلام بعابد من بنی اسرائیل. حضرت سلیمان که فرزند حضرت داوود است میگوید باره به نزد یک شیخ که از بنی اسرائیل بود گذر کردند. حضرت سلیمان ساعتها لشکرش میگذشت، یعنی چی لشکرهای زمینی و چی لشکرهای آسمانی همه گذر میکردند. وقتی گذر کرد این شیخ نگاه کرد و حضرت سلیمان را گفت، حضرت سلیمان گفت خوش به حال تو، لقد اتاک الله ملکا عظیما، چه حالت خوب داری، چه قدر و منزلت خیلی بلندی در نزد خدا داری که خداوند این قدر مال زیاد را برای تو نصیب گردانید. ساعتها ملک تو می رود تا حال انجام نیافته است. حضرت سلیمان با این مالداری خود، با این دولتداری خود مغرور ناشیده چی گفتند؟ لتسبیحة فی صحیفة مؤمن خیر مما اعطی ابن داوود. قسم به خدا گفت حضرت سلیمان، ای شیخ گفت یک تسبیحی که تو میگویی، سبحان الله که تو میگویی، یا یک باری که تو میگویی الله اکبر، یا در یک مجلس امر معروف و نهی از منکری که تو اشتراک میکنی، قسم به خدا که از ملک سلیمان دیده این بهتر است. لأن ثواب تسبیح یبقا و ملک سلیمان یفنا. آیا گفت برای چی گفت مجلس امر معروف، برای چی ذکر تو از ملک سلیمان دیده بهتر است؟ برای آنه که ثواب این ذکر، ثواب این مجلس در نامه اعمال نویسانده می شود، لیکن ملک سلیمان یفنا، ملک سلیمان نابود می شود. این ملک که در دست سلیمان بود پیش در دست دیگر سلیمان هم بود و فردا در دست دیگر سلیمان هم می افتد، لیکن نابود می شود. گفت جهان ای برادر نماند به کس، دل در جهان آفرین بند و بست. مکن تکیه بر ملک دنیا و پوشت، که بسیار همچو تو پرورد و کشت. چو قصد رفتن کند جان پاک، چه بر روی تخت مردن چه بر روی خاک. البته جهان همین است. انشاءالله این صحبت هایی که شما نه این جمعه، نه جمعه پیشین، بلکه هر جمعه که شما می آیید و این صحبت های یک ساعته که شما حضرت ابو هریره را قصه می کنند که روزی می گوید به بازار آمدن نگاه کردن که بازار بی نهایت در بزم و جوش است، یعنی همه سوداگرها مال خود سودا می کنند. حضرت فریاد زدند، ای مردم بازار، گفتند چرا شما با مسجد پیغمبر نمی روید تا که میراث پیغمبر، از میراث پیغمبر برخوردار شوید؟ در مسجد پیغمبر خدا میراث پیغمبر تقسیم شده ایستاده است. مردم بازار فکر کردند که از پیغمبر خدا مال زیاد باقی مانده است. همه دوان میگوید به مسجد آمدن یک زمان در مسجد نگاه کردند، توقف کردند، دیدند که چیزی در مسجد پیغمبر خدا تقسیم نمی شود. پس گشته آمدن به بازار، گفتند ابو هریره ما مسجد پیغمبر رفتیم لیکن چیزی از میراث پیغمبر ندیدیم.
حضرت ابو هریره گفتند آیا در مسجد پیغمبر خدا هیچ نفری نبود؟ گفت مردم زیاد بود. یک قسم آنها قرآن می‌خواندند، یک قسم آنها ذکر خدا می‌کردند، یک قسم آنها امر معروف و نهی از منکر می‌کردند. ابو هریره گفتند وای به حال شما، از پیغمبر خدا درهم و دینار باقی نماند. از پیغمبر خدا انا همین مجلس خیر باقی ماند، انا همین قرآن خواندن باقی ماند، انا همین ذکر گفتن باقی ماند، انا همین امر معروف و نهی از منکر باقی ماند، انا همین از میراث پیغمبر. حضرت داوود پدر حضرت سلیمان در مناجات خود گفته بود است الهی اذا رأیتنی اجاوز مجالس الذاکرین الى مجالس الغافلین فاکسر رجلی فانها نعمة. حضرت داوود به سوی خدای خود پیغمبر است مناجات کرده بود از پروردگارا وقتی که در یک پارچه زمین مجلس خیر می رود، یعنی مثل مجلس ما و شما، مجلس امر معروف و نهی از منکر می گذرد. وقتی که اگر من از این مجلس گذر کنم به سوی مجلس غافلا روم، یعنی آدم هایی که در امر معروف و نهی از منکر اشتراک ندارند، اگر این چنین حالت بر من رخ دهد دعا کرده بود از خداوندا فکسر رجلیه، پایهای مرا شکن، پایهای مرا شکن که من از مجلس امر معروف گذر کنم و به سوی مجلس غافل ها حرکت کنم.